کریم ایجا امیال امرای مجید گپ بزن. اگر در موضوع نریمان زیاد اصرار کنه باز عاقبتش بسیار بد خواهد شد. مجید بار دیگه اینجا نیا لطفا. فقط از یک سوال کرد از اینجا میرم. چندین بار با مجید گپ زدیم هیچ فایده نکرد کریم. میشه که مداخله نکنیم. نمیخوای از نریمان منصرف شود تو هم باید. پس امرای نریمان گپ بزن. باید تو دختر از مجید دور باشه فهمیدی؟ اگه پدرت مخالف یک جا شدن ما شود به خاطر یک جا شدن ما مبارزه میکنی؟ این سوال دیگه از کجا شد؟ فقط بگو آیانی نریمان. نریمان مجید خانوادیم به ما بسیار مهم هستن. به ما مهم هستن. فقط تو دنیا خانواده نداری. نریمان از تو یک سوال پرسیدم. اگر خانواده ما مخالف یک جا شدن ما شوند به خاطر عشق ما مبارزه میکنی بله یا خیر؟ من بغیر از پدرم دیگه کس را ندارم. من نمیتونم او را. درست است. درست است. آماده هستین؟ با بسیار هیجان منتظر هستیم. Yanar söner şehirde ışıklar adını söyler. Bu şehirde rüzgarlar hep kokunu eser. Sen gülersin hayat başlar kaldığı yerde. Açar çiçekler. Ellerin uzanır karanlıklarda. Gözlerin gecemin yıldızı olur. Aklında gezinir. بعد از این مزاحم تو مجید آرجوغلو نمیشون. تشویش نکو هیچ کدامتون مهم نیستین. برو بیرون شو. برو دروازه برایت باز است. برو از این منطقه برهمش برو. از مردمش از کل ما نجات پیدا کن. فقط مجید به تو کافی است. در زندگی که او داره برو آب بازی کن تا غرق شوی آب بازی کن. اما وقتی برگشتی نی پدرت نی خالت بولته و نی من مثل سابق نخواد بودیم. فهمیده شد؟ از این دروازه داخل شدن نمیتونی. تنها میمانی. بار دیگه از این دروازه داخل شدن نمیتونی. Bırakıp geldim. Geldim seni aşka inandırmaya. پیش میرم. تشکر میکنم. با استعداد هستی. گپای مرا به خوبی درک میکنی نریمان. تمام فکرم طرف شما است. رسامی را بسیار خوش دارم.
رسامی کردن کار جدا است و هنرمند شدن کار جدا. بله. تو میخوای چی کاره شوی نریمان؟ اگه موفق شوم میخوایم هنرمند شوم خانم. بچه ما در کجای خیالاتت هست؟ ما امروز با عنوان مادری که به خاطر آینده بچه خود به تشویش است آمده. اگه مجیده مجبور بسازی که بین تو و خانواده خود یکی را انتخاب کنه، مجید خانواده خود از دست میده، بچه‌م 2 تقسیم میشه. باز او وقت او را برای همیش از دست خواد دادی، چون پیشش هیچ چیزی نمی باشه. اگه بچه‌م از ما جدا شوه، او وقت نه تو و نه ما راحت خواد بودیم باید مانع ای کار شویم. هر دوی ما نمیخواییم که او را در او حالت ببینیم. همونطور نیست نریمان؟ درس ختم شد. حالا دیگر رفتم میتونی. الماری لباسا را تقسیم کردین هاجر؟ از خانم آرزو و خانم پیرین خلاص شد. خوب است. حالا از آقا سلیمه جمع میکنم خانم. از آقا سلیمه اینجا می باشه هاجر جان. خوش آمدین آقا سلیم. فایزه لطفا این کارو نکن. وقتی نریمانو میبینم عذاب میکشم. چرا ایره درک نمیکنی؟ سلیم اگه یک قدم دیگه از طرف نریمان پیش بری باز کاری را انجام خواهد دادم که حتی عقلتان قبول نتانه. در تمام عمر مجبور میشه که در این خانه تنها زندگی کنی. گفته باشم فایزه مرا با رفتن تهدید کردن نمیتونی. من سال هاست که در این خانه تنها زندگی میکنم. اونور کجاستی؟ نمیفهمم. تو؟ گوش نستم میخوایم کمی غذا بخور. ما را به دنیا برگشتاندی اما باید تنها غذا بخوری. نوش جانت. شایقه تو هنوز نامده گلتر؟ نامده بیادر. امروز در شرکت کارایش زیاد است، نا وقت میایه بیادر. بسیار کار میکنه بیچاره، بسیار زیاد. گلتر شایقه نخواست به محل کارش برام، اما تو متوجهش باش. میشه کدام مشکل داشته باشه، اما گفته نتانه. شاید بخواه کار خود ترک کنه، مجبور نیست کار کنه. خدا را شکر با کسی محتاج نیستیم. تشویش نکو بیادر، متوجهش هستم. بیادر من امشب خانه زهرایشان میرم. برشان سلام برسون. اما شما دروغ گفتنه یاد گرفتین. بسیار خوش شدم.
شاگرد کی هستم دیگه دخترم؟ درست است رفیق، هیجانی نشو. تو فعلا کجاستی؟ بی جهان، وقتی دعوت ختم شد برام خبر بده. درست است. وقت خوش براتون میخوایم بیادر جان. بیادر منتظر باشم یا برام؟ هیچ چیز نمیگی برای منتظر باش منتظر. چی بلا شل آدم است. چطور هستی؟ خوب است. تو چطور؟ خوش آمدین گلتر خاله. خوش باشی دخترم. اصلی خوب است؟ چطور خوب باشم؟ مثل همیشه است. امروز زنگ زده دخترم؟ تا هنوز زنگ نزده خاله. شایقه همراهی تا نامد؟ نه خیر دخترم، به شرکت کار دارن ها وقت خانه میاید. به هر صورت کاش که با هم همراهی تا میامد. اگر کارش خلاص شوه شاید بیاید. خوش آمدین خاله گلتر. خوش باشی بچه. بعد از گلتر تا که ما دعوت نکنیم شما خیش نمیایین. کارهای خانه زیاد است. اگر نه همیشه به یادتان هستم. اصلی دخترم اونجا نشی. به شکل که خونک خود خوردی تو حامل هستی. یا برو یک لباس گرم بپوش. اصلی میخوایی تو را ماینه کنم دخترم؟ آی بسیار خوب میشه جانم. گلتر خاله شاید دفعه سنو که نواز مدت چی وضعیت است؟ اصلی دخترم آیسته صبر کن. اصلی بفرمایین آقا، میزتان به نام کی است؟ جهان ارگل. لطفاً بفرمایین. وقتش خبر دست میارم خانواده‌ام از دست میتونم. هیچ باور کردن نمیتونم. بدتر از اون میفهمی چیه سونور؟ نریمان هنوزم مصمم نیست. چطوری یعنی هنوزم همراه شاهین ملاقات میکنه؟ نه خیر، همراه شاهین ملاقات نمیکنه. نریمان بعد از به هیچ دلیل با او یک جا بودن نمیتونه. مشکلی نیست. پس مشکل چی است؟
به اندازه من در مقابل خانواده خود واضح تصمیم نگرفته. مجید تو از او دختر چی میخوایی؟ میخوایم به غیر از ما چشماش هیچ کس دیگر نبینه اونور، چون فقط از ماست. ما به خاطر نریمان در مقابل خانواده مساد شدم. اگر لازم باشه هر کار میکنم. اگر نه این عشق ختم میشه. اینجا خوشت آمد؟ زیاد. از خدا میخوایم که همیشه همینجا بیایی. توبه توبه ایره ببین. تو بهتر جهان ما باید تشناب برم. معذرت میخوایم میشه بگوین که تشناب کجاست؟ با این برنده سراست همونجاست. بله رشاد بیادر، او دختر به هتل آمده. مطمئن هستم بیادر خودش است. وقت بیرون شدن ببرینش، نمیخوایم بر ما مشکل جور کنه. زنده باشین کاکا. خیرت باشه، امشب تنهاستی؟ همه قسم بهتره. جهان کجاست؟ با شکستن پای شیطان رفته. مبارک باشه. زنده باشی. خدایا تو صبر بده. چی شده؟ روزنامه نگارا ببین. درست است، تو از راه پشت سر برو، من اونا را مصروف میسازم. درست است، باز میبینیم. بیادر تو باید بیرون منتظر میبینی. میخوایم ببینیمش. پس چون؟ بیادر آرام باش. یعنی میخوای پول زیاد پیدا کنی؟ بله میخوایم پولدار شوم. جهان بیبی میخوای پول زیاد به دست بیاری؟ از گرگ پرسیدن که گوسفند خوش داری، او هم از خنده جواب دادن نتانست. خیرت است، تو گپ ناق نمیزنی، چرا گپ زدی؟ بلند شد اینجا میریم. چی شده؟ بلند شو. چی شده گفتم بیا. چطور میتونم پنهان از اینجا برم؟ راه پیشروی از خبرنگار است. میتونین از راه عقب برید. تشکر. شایقه صبر کن. بدو صبر کن، فرار نکن. شایقه چی گپ است؟ بدو عجله کن. دختر الاکو از اینجا گم شو. برو دیگه کدام همه؟
اینجا بیا. بلند شو. گفتم اینجا بیا. بخیر کن بخیر. خیرت کن. بخیر. یه نگاه کیا. آقا مجید لطفا از اینجا بریم. چی گپ از شایقه؟ او آدم ها کی بودن؟ ما میمورم. با شفاخانه میریم. خیر شفاخانه نمیشه. نمیخوایم پلیس دخیل شود. باشو این زنگ بزن. درسته. وای بیادر جان دعوت ختم شد. چی؟ استراحت کرد نزاحت؟ بله استراحت کرد. خدا را شکر. خدایا دردای دختر یک دانیم چه وقت ختم خواهد شد؟ چه وقت؟ زهرا ما خود ما ای همه درد داره به ای دختر دادیم. اشتباه کردیم گلدر، نمیفهمیدیم. نریمان بخیز که بریم دخترم نوقت شد. چی میشه نره؟ نه روز بسیار وقت است. یک چای تازه بار نزاحت دخترم برو دیگه. درست است، مام کمکت میکنم. احمق بازم تو آمدی. کمکش کن. جهان متوجه باش بیادر. آیسته. آیسته. نریمان میشه دروازه را باز کنی؟ چی شده؟ بودیم که اول یک بار داخل بهیم. آیسته. آیسته تو اینجا چی میکنی؟ نریمان نزاحت چی شده؟ دختری میغال مغال از چیه؟ شاهین چی شده جهانه؟ چی شده بچه می چیزی بگو. درست است نترسن. شایقه چیزی بگو.
چی شده؟ زهر خورده زهر خانم. کی کار کرد؟ چاقو خورده. کی با چاقو زدش؟ آهسته بیاین آهسته. گلتر بیارش. آهسته بچه. آسلی کمی آبوته که پاک بیار دختر مجله کو. آهسته بچه ما آهسته. متوجه باش پایت دراز کن دراز کن. آفرین. آهسته. آفرین. باز ببینم. گلتر خاله زخمش عمیق است. باید به شفاخانه ببریمش. نه شفاخانه نمیشه. در خانه ای کار کردن نمیتونیم، باید شفاخانه ببرمش. اول یک بار آرام شوین که ما ببینمش. یادر خوب استی؟ خوب است. خدا را شکر زخمش زیاد عمیق نیست. گلتر خاله یک قسم در خانه نمیشه، باید شفاخانه ببرمش. شاهین تو برو یک تاکسی بگی. آی به خاطر تو قدر خون قیامت بپا کردین، آرام باشین، اون چیزی نشده. گلتر خواهر نمیخوام به شفاخانه برم. حوصله جواب دادن سوالای پلیس ندارم. نریمان دخترم برو صندوق کمکای اولیه از خانه بیار. در بالای الماری مسجلک و دخترم زود باش برو دیگه. نریمان باش یک جای میریم. نزاهت تو هم برو زود آب جوش بده. اگه تکی پاک و پخته داری نورم امرای بیار. درسته. گلتر اینجا خود چیزه نمیشه مطمئنی؟ زخمش زیاد عمیق نیست. درد میکنه بچه؟ درد میکنه. تو در او خانه چی میکردی؟ چرا به او خانه رفته بودی؟ نمیفهم کی کار کرده، کی او را با چاقو زده باشه. تو ندیدی؟ نه خیر. پس مجید از کجا پیدا کردین؟ از من چرا میپرسی؟ برو از خودش بپرس. نه شاهین چیزی را که تو نمیفهمی من چطور بفهمم؟ وقت هر دویتان جهان آوردین از او خاطر من به نمیفهمم. اگر تو نمیفهمی پس ما هم نمیفهمم. شاهین یک سوال کردم فقط که کدام گناه کردم؟ بیبی فعلا یک مشکل دارم که جهان است. حوصله شنیدن نام و احمق ندارم. مادر زندگی کردن بدون پدرم هیچ خوشم نمیه، باور کنه. بلین جان پدرت بعد از جدایی اشتباه خود درک خود کرد، سرم اعتماد کن. اشتباه دور صورت میگیره مادر، این اشتباه را خودم کردم. لعنت به روزه که نریمانه با اون محفل دعوت کردم خودت توا ساختم. مجید کجاستی؟ نمیفهمم پیلین، در موتر هستم. ما به تو ضرورت دارم مجید. باز چی شده پیلین؟ اگه بازم این موضوع باشه؟ ما پدر خودت ترک کردیم. درست است، با امیدی دیدم. میری پیلین؟ بله، با دیدن مجید میرم آرزو. پیلین اوزاره خرابتر نکن، درست است؟ من کوشش میکنم که اوزاره درست بسازم. پیلین تا وقتی که تو پشت نریمان نیلا نکنی اوضاع بدتر میشه جانم. تو طرفدار کی هستی آرزو؟ طرفدار خانواده یا نریمان؟ تو کی هستی؟ چرا ناوقت کردن گلتر؟ جهان تو را کی به این وضعیت رسان بچه؟ راستش من با دو نفر درگیر شدم خاله. به خاطر
خاطر من شد. یعنی چی که به خاطر تو شد؟ میخواستم طرف خانه بیایم که 2 نفر پیشوری ما گرفتن مادر. خوب شد که به تو سرم نرسید. اگه تو رم با چاقو میزدن. بدتر از چی بودم میتونه خاله؟ درست است، اما جهان با اونا چی کار داشت دختریم؟ اجازه بتین توضیح بتم. وقتی من سر صدا کردم جهان خواست به من کمک کنه. باز بعد از اون اگه شد دادم اما دیگه با چاقو زد بی غیرته. بکستم میدادی دختریم چند لیره بود، زیاد خونه بود. ناق براتون درد سر پیدا کردین. فردا برین پیش پلیس شکایت کنین. آمدن. نترس، خوب میشی جهان جان. آمدم جهان. بطی بچه خاله چی میکنی؟ زخمش شسته پانسمان میکنم. دیگه چی کنم؟ خدا را شکر که زخمش عمیق نیست. پس فقط پوستش پاره کردم تو نیست؟ چه باش رفیق؟ خاله گلتر اگه برش کوک بزنی چطور؟ گفتم آرام باش آرام. حالا دیگه همگیتون بیرون برین. عجله کنین. نزاعت تو باش دخترم. به من کمک کن. بگی دخترم تو اینا را باز کن. درد میکنه؟ بله درد میکنه. درست است دخترم، دست تا پس کن. فخری است. جواب نده بچیم. اگه نه بیچاره جگر خون خواهد شد. جواب نده. بله جواب نده، اما چاره ای نداره. جواب نده. پیام روان کو. بنویسم شب خانه نیستم، خانه یک دوست خود می باشم. بله اگه فخریه اینجا بیای بسیار بد میشه. آی چقدر ناستانه است، باورم نمیشه. مجید پس برم موتر سوار شد. در رستوران رفته با هم گپ میزنیم. حالا ما در جای آرام بودن نمیتونم مجید. ما بسیار خسته شدیم. اسم میکنم تمام دنیا سرم فشار میاره. همه کی بیشتر از همه پدرم. مرا درک میکنی مجید؟ میخوای میره بگویم که ما دیگه خانواده ندارم مجید. چی شده پیلین؟ ما از هم جدا شدیم. همه چیز از بین رفت. تمام گپا در یک روز اتفاق افتاد. پدر ما رها کرده به خانه زمستانی رفتیم. چرا؟ نمیفهمم. دلیلش بسیار مهم است. یکی که حق با جانب از انتخاب کردن نتانستم. وقت ما از پدرم دور باشم تحمل کردن نمیتونم. بیبی چی چیزا را از دست دادیم. اول یک خانواده داشتم اما فعلا بسیار تنها و بیچاره هستم. تمام کسایی را که دوست دارم از دست میتم. چرا این قسم میشه مجید؟ پیلین بس کوئی قسم فکر نکن. مجید لطفا مرا ترک نکن، ازت خواهش میکنم. بودن تو با نریمان برام اصلا مهم نیست، اما ازت خواهش میکنم مرا از خود دور نساز مجید، لطفا. من نمیخوایم که دوست خوب خدا از دست بده مجید. مساکن برش زرق کردم تا که خوب استراحت کنه زهرا جان. شاهین
تو به گپای جهان گوش نده بچیم. اگه فردا خوب نشد با شفاخانه میبرینش. یک بار دکترم باید ببینه. مادر امیاله گفتین که وضعیتش خوب است. پس چه ضرورت است که در این کار پلیس دخیل بسازه؟ نه وقت ما ضایع میشه. فهمتو بانمش که بمونه شایقه جان. وضعیتش قدر خوب نیست نمیبینی؟ یک بار صبح شوه باز گپ میزنیم. اگه وضعیتش خراب شد برام باید زنگ بزنیم. تنها نمانینش درست است؟ درست است خاله جان. بیاین که بریم دخترم. خداحافظتان. بیاین دخترم. آسلی جان تو هم استراحت کو یک دانیم. تا حالا بیدار بودی حتما بسیار خسته شدی جانم. شب بخیر. شب بخیر خاله گلتر. تو استراحت که من بدرقشان میکنم داخل بریم. شب بخیر. وقت خوش برتان میخوایم. جهان چرا زخمی شد؟ برات گفتم که امی که در کوچه داخل شدم باز اونا. شایقه من مادرت نیستم. جهان کی به چاقو زد؟ مام نریمان نیستم شاهین جان. متوجه گپت باش. شایقه بیا دخترم. آمدم. هر وقت که بیدار شد حتما برات میگم. با سردیتون برین از آقا مجید تشکر کنیم. زندگی جهان کسی که نجات داد مجید است. مجید؟ بله؟ بسیار به تشویش شدم. تا حال کجا بودی؟ همراه پیلین بودم. یک قسم است. بسیار خوش شدم. بسیار زود بودم مادر. با خاطر همه چیز زود بودم. مجید میشه برام زنگ بزنی؟ مجید جواب نمیده. مربوط تو نمیشه شایقه جان. مجید شما را در کجا پیدا کرد؟ باید بفهمم که نظری کی بوده که شما باید خانه شاهین برید. جانم وقتی جهان زخمی شد هیچ نفهمیدم که چی کنم و چی نکنم. اگر نه بعد خبر میدادم که از خانه شاهینشان زودتر برای باز بعد از او عاشق جدید تا اونجا می آوردم. اما معذرت میخوایم دیگه. همراه مجید در نزدیک هتلی که به غذا خوردن رفته بودیم روبرو شدیم. خب وقتی دوستا پیش روی ما گرفتن تا دسکال معظم بگیرن ما شروع به حال مقال کردم. زنده باش از سود بداد ما رسید. اگر مجید اونجا نمی رسید آلو رو از دست می دادیم. خب اونایی که سرتانم لکد میشناسینش؟ چطور نمیشناسم نریمان؟ باور کن بسیار خطرناک بودن و بردن ما آمده بودن. بزودی این چرام پیدا خواهد کردن. زندگی کل ما در خطر است. از کجا بشناسمشان؟ تو زیاد سوال نکن خسته هستم. فقط هدفشان پول بودن. از خاطر پیشوری ما را گرفتن. یعنی یکی از اتفاقایی که امکان داره بالای هر کس در وقت شب بیاید متاسفانه بالای ما آمد. دستم خدا را شکر که مجید آجاغلو به داد ما رسید. باید ازش تشکر کنم. زیاد هم روی ما کمک کرد. هرچند به خاطر تو زیاد خوب نشد هموته نیست. بعد خانه شاهینشان دید ناراحت
ناراحت شد. بفهمی که مجید از شاهین هیچ خوشش نمیآید. چشمابی به نظر من باید بردوشان حساب بدی. باور کن دلم برات میسوزه، راست میگم. تو هم به خدا بسیار بچه‌ان هستی نریمان جان. عشق به مشکل به دست میاری و بسیار به سادگی هم از دست میدی. شب بخیر. جانم برو تا اتاقت، من متوجهش می باشم. درست است؟ برو. لطفاً مجید زنگ بزن. اگه خواسته باشی وقتی به شرکت رفتم برای زنگ بزنم. لازم نیست. شایقه دخترم، دیشب گپ زدن نتونستیم. بیبی دخترم متوجه خود باش. تا وقت شب ده دفتر نباش. زود خانه بیا، به تشویشت میشم. از راهی که کسی تیر نمیشه نرو، خطرناک است. از راهی که بیرو بار از بیا. درست از دخترم؟ تا جایی که چراغای ترافیکی نباشه اصلا از او را نیایم. اما آفرین دخترم. ها؟ اگه من چهار طرف سرک ببینم موتر تیر میشه، باز وقت من خواد زد. شایقه قبل از رفتن به خانه خاله زهرایت برو. اما اگه وظیفه سرت ناوقت میشه ده برگشتم رفتم میتونم. چرا چی شده؟ نمی
نمیخوای که از جهان تشکر کنی؟ نه که به خاطر تو زخمی نشده. یک بار اولش بگی و ازش تشکر کن شایقه جان. نمیشه شما بجم تشکر کنین، من از خود کاروبار دارم. چی شده گلتر؟ نمیفهمم بیادر. دیشب یک اتفاق بد افتاد. جهان به خاطر شایقه زخمی شد. میگم برو ازش تشکر کن اما نمیره بیادر. این دختر بالاخره با این کاراش مرا دیوانه میکنه. نمیفهمم امرش چی کنه. چیز با زمان من گلتر اینقدر سال به تنهایی او خاص خود زندگی کرده. با گذشت زمان یاد میگیره. چیه؟ ای که خانواده چی است؟ باز زنگ زدن شروع شد بیادر. فخریه. صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر. آفرین رقص کن. گلتر خالش های قرار دیدم لب روش کشال بود. همراه شما گپ زدن نمیشه. شما را چیزی شده برم بگوی. دخترم تو هیچ خبر نداری. فخریه آمدی جانم؟ آمدم اما اگه میگین برام بعدن باز پس میای. نخیر دخترم نخیر. داخل برو داخل. چی شده؟ تو را چیزی شده؟ حتما کدام اتفاق افتیده. بله زیاد چیزا شده اما نمیفهمم که اول کدامش برات بگویم. از مجید شروع کن لطفا نریمان. درست است. چی کرد؟ برات زنگ زد؟ زنگ نمیزنه. زیدی است. زیدی است دیگه. رابطت با نریمان خراب شده بچه. به هر صورت من دیگه مداخله نمی کنم. چرا این خوبی نمی کنین؟ پدرت به اندازه کافی واضح گپ زد. ما هم نمیخوایم سرت گپ بزنم. دیشب فایزه خانم زنگ زده بود. ما را به خانه جدید خود دعوت کردن. سلیم ده خانه سابق است. اونا به خانه زمستانی خود رفتن. بله میفهمم. موضوع چی است مادر؟ پیلین بسیار پریشان بود. خانوادهشان دو تقسیم شده مجید. به زودی این مشکل در خانواده ما هم آماده میتونه. صبح بخیر. صبح بخیر. چی وضعیت است؟ فکر میکنم زیاد طول نمیکشه. بسیار زیاد عصبانی و نظر میرسیم. از اینکه تونستی یک لبخند بزنی بسیار خوش شدم. بعضی وقتا فکر میکنم که آیا واقعا مجید بچه‌م است یا نه. با ما هیچ وقت عشق ارزش نداشته جانم. بله، با کسی که عشق ارزش نداره شاید به اونا چیز دیگه ای ارزش داشته باشه. مثلا پول. به فکر بچه خود نباش جانم. او هم شاید مثل تو یا پشت عشق و یا پشت پول میگیره. بفرمایین خانم. هاجر. بله. به خاطر مساج بریم وقت بگی جانم.
فردا بعد از چشم میخوایم اونجا برم و تمام جانم شخ مانده. درست است خانم. مادر، من میخوایم پدرم ببینم. در محل کارش رو دیدم میتونی دختریم. اما من میخوایم اون رو در خانه ما ببینم. من نمیخوایم او خانه بیای آرزو. اما این کارتان درست نیست مادر. آرزو، شاید تو متوجه نیستی من میاره در مقابل نریمان از حق تو دفاع میکنم. لازم نیست در مقابل نریمان از حق من دفاع کنی پیلین جان. دخترا لطفاً. آرزو جان، این موضوع فقط مربوط به نریمان نیست. این را باید به یاد داشته باشی. وقتی منافع خانواده ما در خطر میفته پدرت باید بفهمه که از کی طرفداری کنه. خانواده او ما هستیم. اگه خواسته باشه آمده میتونه. تو در این باره تشویش نکن. شما پدر ما مجبور میسازین که بین امروز و گذشته خود یکی را انتخاب کنه. حق به جانب است دخترم. گذشته همیشه گذشته می باشه. فراموش نکن آرزو جان. نمیفهمم که چرا از من قسم سوال پرسید. حق به جانب است. باید این سوال ازت بپرسه جانم. باید سر ما باور کنه. نیست سر پدرم یا کس دیگه. اگه یک بار گپایی که مادرش برم دیروز گفت بفهمه. خوب است که نفهمه نریمان. چرا از روز اول خانواده را در بین آورد میخواست چی را بفهمه. نمیفهمم چرا این سوال پرسید. پدرش هم قبول کرده. نریمان باید این را قبول کنیم. خانواده آرجو اغلو تو را نمیخواین. بله. آخرین دختره که میخواین بچه‌شان امراش دوست باشه من هستم. بسیار جیگر خون شدم. مجید ای بار در دوراهی بسیار خطرناک قرار گرفت. معلوم میشه. میفهمیده اصل او میخواه ای را برات بگویم. دست مرا ها نکن. بله راست میگی. دستش رها نکن. به نظرم هم دستش رها نکن. بارش زنگ بزن. تو را جیگر خود دیده نمیتونم. جز هم دگره با بسیار مشکل یافتیم. فخریه جواب نمیتر. دیگه چی کنم چی کده میتونم. ها از ای که دیروز مرا در خانه شاهی نشان دید حتما از آن رقم گپ در فکرش آمده. یک دقیقه مجید تو را در خانه شاهین دید. چه قسم دید؟ بسیار بد از نریمان. چرا برم نمیگی؟ تو اونجا چی میگری؟ حالا دیگه شروع کن نریمان. بگو اگه گفتم میتونی زود شو. بگو هر قسمی که گفتم میتونی بگو. اما هر چی زودتر بگو میخوایم بفهمم. فخریه درست است میگم اما تشویش نمیکنی فهمیدی؟ فعلا وضعیتش بسیار خوب است. او چیز نشده. که خوب است. جهان جهان گلتر فخریه خبر شد که جهان زخمی شده خواهر. چی؟ آن خبر شد بیادر. جهان بیادرکم گلتر خاله. بیادرم بچه قوزدن گلتر خاله. گریه نکن دخترمون هیچ چیزی نشده. یعنی چی که چیزی نشده؟ بیادرم بچه قوزدن هنوزم میگن چیزی نشده. فخریه دخترم بسیار یک زخم کوچک است. امکان داره یک زخم کوچک باشه کاکا فایز. اما اون بیادرم است. اون زخم پیش من بسیار کلان است. جهان تحمل کن بیادر جان آمدم. تحمل کن رسیدم. آها بیادر جان. شایقه را به اتاقم روان کن. زود باش. و چه موقع؟ او آدم ها کی بود شایقه؟ جان خواهر جهان
همیال خبر شد. فخر هوش کنی. فخریه گوشتی مرا. این چه رقم نازدادانه. راستش من نمیشناسم آقا مجید. یعنی وقتی اونا کوشش کردن دست کول محزن بگیرن جهان خواست مانیشان شوه که دمون از شما رسیدیم. کل موضوع همین بود. چرا نخواستی با شفاخانه بریم؟ تو از کی فرار میکنی شایقه؟ به خاطر شما نخواستم آقا. دموتر مجید آجاقلوی بزرگ، یک مرد زخمی و امرای شیخ خانمه که کارمندتان است. خوب ترسیدم، نخواستم کسی خبر شود. سلام. رفتم میتونی. تو و خدایا. فخری بگی؟ فخری اولی از خدا یک دقیقه چوب باش. چرا با ما خبر ندادین؟ این بیادرم هست. چرا با ما خبر ندادین؟ این بیادرم هست. اگه میامدی چی میکردی؟ آی دخترم حتی مرام پریشان ساختی با خدا. نمیخوایم شما را جگر خون بسازم. در این دنیا بغیر از هم دیگه کس دیگر نداریم که از خود ما باشه. اما حال خوب هستی؟ با یک ایمتون وزن تک سرم خودم نندازی خوب هستم. بسیار خوب از بیادرت پرستاری کردیم. چه این زنده باشه تا صبح بالای سرم بود؟ نه خیر، من نصف شب رفتم به اتاقم، اما خواهرم تا صبح بالای سرت منتظر بود. خب نه خیر، من بیازا دیشب خوابم نمی برد. زنده باشه نزاهت خواهر. جهان چطور تونستی با این زخم تمام شب استراحت کنی؟ بسیار راحت استراحت کردم به خدا. حتی یک فرشته شب در خواب برم زمزمه میکرد. بسیار صدای مقبول داشت. شاهین، وقت ما استراحت بودم شایق آمده بود؟ نه خیر. آها، البته با وظیفه رفته بیچاره. حالا دیگه بخیز که بریم. کجا میری؟ اجازه بده همینجا باشم. امکان نداره، من خودم از بدرم پرستاری میکنم. همینجا خود راحت است. چی میکنی؟ تا پیش چشمایش نباشه راحت نمی باشه. ما کم میگیم، ما کم. آیسته من خوب هستم، خوب هستم. نزاهت شما حتما شایقه اینجا میایه. فکر میکنه اینجا هستم. اگه با زحمت نمیشی برش بگو که خانه رفتم. بریم جهان. آیسته. آیسته درد میکنه. آیسته. کتابچه یاد داشتم. وقت به زمین افتید من بتش.
قرار بود یک شرکت دیگه تولیدی تار پیدا کنی. یک دانه پیدا کردم، شرایطشون رو بررسی کردم. آلیس، به نظر ما باید به این کار سرعت بدیم. امیدوار هستم که شرکت هم پیشنهاد ما را رد نکنن. یک قسم طرفون سهل نکن مجید. بعد از اینکه او قرارداد از دادیم در مارکت کاملا بی‌اعتبار شدیم. نمایش نریمان و یک آرژوغلو که در بین عشق و وظیفه قرار گرفته. پیلین، طولانی نساز، فراموشش کن. فراموش کردن نمیتونم مجید، متاسف هستم. اگه به خاطر من قرارداد $1,000,000 را از دست میدادیم مطمئن هستم که تو هم فراموش نمیکردی. وقتی نریمان وارد او دروازه شد اما وقت ما یک چیز بسیار به خوبی احساس کردم. میفهمی او چی است مجید؟ از دست دادن شریک کاری خودت در مقابل خانم نریمان. با ما اعتماد داری یا نه؟ به عنوان یک دوست بله مجید، اعتماد من نسبت به تو بی پایان است. اما در موضوع کاری برات بگویم که متاسفانه نخیر. پیلین بس از دیگه. میشه در فصلیت برام بگویی؟ ازت میخوایم که او را به خاطر عزیز دادن قرارداد نبخشی، چون کاری که او کرد قابل بخشش نیست. به هر اندازه که خواسته باشی امرای نریمان وقت خودت سپری کرده میتونی، اما هیچ وقت پول مرا به خاطر نریمان مصرف کرده نمیتونی. فخریه مرا دیوانه نساز، خوب هستم. اعلام بده. توبه توبه. گپ نزن، کمی آهسته برو، زخمی هستی. اگه همیال اعلام کنه مستقیم با وظیفه میرم فخریه. راست میگی جانم، تو رفتم میگی درباره کار فکر نکن، من با استاد جمال خبر دارم. تشویش نکن، برات اجازه داد حداقل یک روز خوب بخواب. فخریه با تشویشت هست. البته که استراحت میکنه. بی جهان آهسته برو، اگه استاد میشو. فخریه از برکت تو کم بوده مادر حس نمیکنم به خدا. بالاخره دیوانه خواد شدم. بان شوی. از خوبایش وان، از خوبایش از زیر کاغذ وان. سر کاغذ و زیر کاغذ یک چیز از خواهر. البته خیلی چرا زیرشان کاغذ موندی؟ توبه استغفرالله. نه که شما خرابایش به مردم بفروشین، خوبایش به خانه تان میبرین. چقدر بانم؟ بس است اما قدر کافی. فاصله چطور است؟ خوب است. برات سلام میگه. تو چی گفتی؟ خوب است خواهر، گفتم سلام گفت برات. اینا را کل شکرم زده. اونا را چی شده؟ وضعیت اونا رو میبینی خواهر؟ گفتم خواهر اونا را چی شده؟ زخمی شده. ای که کاری که از نمیفهمم خواهر. شبا در خانه دوست خود صبح ساختم. در خانه دوست بله همونجا بوده، با کس نگویی. خدایا تو برم صبر بسی. این روزا رو باید میدیدیم. رسیدیم. بیاین که کل ما با هم یک گیلاس چای بنوشیم. بیادر من باید به شرکت برم. از صبح تا حالا 10 بار زنگ زدم. اگه به چیز ضرورت داشتین برام زنگ بزن. غیرت باشه. روی خانم زنگ زدم. تمام شب همراه من بودی. حتما ما تشویش شده بیچاره. سلام ما برش برسم. خداحافظتون. نریمان تو هم بیا. بیا. نه خیر فخریه، من باید یک جای دیگه برم. کجا میری؟ ای قسم نمیشه فخریه، دیوانه خواد شدم، باید همراه مجید گپ بزنم. اون هم میخواد تو را ببینه. پس کجا میری؟ وقتی به شرکتش رفتم باز تصمیمش تغییر خواهد کرد. کی نوشته میکنی؟ اگه همیاله برم زنگ نزنی به شرکت میام. آی نریمان چشمای تو کور شده به خدا. تو رسما عاشق او شدی؟ بله عاشق شدیم. کاش که نمیشدم اما عاشق شدم فخریه. فخریه آمدم. همراه نریمان مشکل پیدا کردی؟ همراه نریمان هیچ مشکل پیدا کرده نمیتونم. نریمان نیت نداره که به خاطر من تصمیم بگیره. اگه همیاله برم زنگ نزنی به شرکت میایم. قرار بود مصارف مالی هفته‌واره برام بیاری.
خودت میفهمی مجید. بله؟ 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 توبه از صبح تا حال چند بار زنگ زدنم میفهمم کی است. یک دفعه شماره بگی کی است. مادر ما میخوایم بفهمم اما شماره ناشناس است. امره نباشه دخترم. دختر موبایل شخصی نداره، از او خاطر به خانه زنگ میزنم. حتما امروز. آقا سلیم؟ آقا سلیم باید اینجا رو امضا کنین. سر میزبان. آی بسیار معذرت میخوایم، میبخشین. من امیال میرم یک قاب جدید براتون میارم. ضرور نیست، درست است، رفتم میتونی. بازم معذرت میخوایم. میبخشین، نام شما چی است؟ شایقه. تشکر میکنم شایقه. اگه خواسته باشی یک بار ایران بررسی کن. گزارش پرداخت هفته آینده است. نه لطفا شما نمیتونین داخل برید. خانم برجو لطفا برم اجازه بده، میخوایم داخل برم. میخوایم مجید ببینیم. نه لطفا شما نمیتونین داخل برید. آقا مجید ما باید گپ بزنیم. درست است برجو، رفتم میتونی. درست است. اونور آرزو؟ پدر جان خوش آمدی دختره. خوش باشین. خوب شد که آمدی. یک روز پشت دق شده بودم. ما بسیار پشتتان دق شده. منظورت از ما؟ سر پای استاد نشیم. من یک آدم سال خورده هستم. نه خیر پدر، شما هنوزم جوان هستین. یک قسم نگو اگه باور خود کردم. در خانه جا به جای شده. جای به جای شده. پدر شما پیش ما نمیایید؟ آمدم میتونم اما نمیخوایم. موضوع فقط نریمان نیست دختره. از دویدن پشت مادرت خسته شده. نرفتنم بهتر است. باید گپ بزنیم مجید. نه خیر، امروز تو گپ میزنی و ما مشنوم. پس یک قسم است. میخوایی درباره چی گپ بزنم؟ مثلا از این شروع کردم میتونی که در خانه شاینشان چی میکردی نریمان؟ خانم بلین
شده؟ پیلین ما میخواستم پیش تو بیایم. به خاطر جلسه شرکت جدید تولیدی در اتاق جلسه منتظر تو هستم. یه قسم است؟ بله. فکر کنم فراموش کردی که ما و شاهین در یک منطقه زندگی میکنیم. چطور میتونم فراموش کنم؟ از فکرم بیرون نمیشه. اما لازم نیست به خاطر که در یک منطقه زندگی میکنین در خونه شاهینشان باشی. اما شاهین دوستم است مجید. یک دوستت که عاشقت است. تو همراه او حسودی میکنی؟ بله حسودی میکنم. اینجا خب کسی نیست اونور. بیا بیشی میخوایم امروز درباره یک موضوع گپ بزنم. برم بگو که در اتاق مجید کی بود اونور؟ نریمان. صبر کو پیلین بیبی پوش کنی کاری نکنی. اگه همیار داخل بری مجید برای همیشه از دست میدی. میفهمم اونو میفهمم. علم کن. نریمان از خونم هست. پلیز جدی میگن؟ او کسی را که از خونه خود میگن فعلا در اتاق مجید است. اینو میفهمین؟ او هم در شرکت خودم پدر در کنار کسی که از جانم بیشتر دوستش دارم. پدر طرف ما ببینین نریمان مرا از بین میبره. نمیبینین؟ یک کاری کنین پدر لطفا. ایشا سلام فایزه جان، چطور هستی؟ هیچ خوب نیستم ایشا جان. نریمان خانواده ما را تقسیم کرد جانم. نریمان تو نمیفهمی که به خاطر تو مسکی ها رو گشتاندیم. به خاطر تو با خانواده‌ام مخالفت کردم، حتی کم از شرکت از دست بدم. پس توان این همه را از من میخوایی؟ با پدرم حتی امروز شریکایم برخلاف شدیم. موضوع شینه دیگه تحمل نمیتونم. از روزی که در اتاق جلسه داخل شدی هر روز توان از او را من میپردازم. پس مرا نمیخواستی مجید؟ وقتی اونقدر جلسه مهم داشتی چرا مرا اینجا خواستی؟ روزها از موبایلت برام مسیج میکردی که اینجا بیام، من به دیدنت آمدم مجید. پس غرور من چی میشه؟ تو هم همراه من بازی کردی، همه تو نیست مجید؟ من حساب این کارا را از تو پرسیدم. کدام پیاما نریمان؟ او پیاما پیشت است؟ بله، هیچ کدامش حذف نکرده. میشه تلفنت برام بدی؟ مجید جدید. یک شماره جدید بود. چی شد؟ چند دقیقه از این دروازه با هم بیرون میشیم و دست هم دیگه خودم میگیریم. دست ما هرگز رها نمیکنی، درست است؟ درست است. خوب است. بیا. آقا مجید معذرت میخوایم، من واقعا مانع شده نتونستم. مشکل نیست.
بیادر گیر کرده بودم. اگه آدم مداخله نمیکرد او را امرای خود می‌آوردم، اما او آمد. فقط یک رهگذر تصادفی بود. وقت خانم بیادر کمک گفته چیخ زد. خب و کسی که پیش شایقه بود کی بود؟ علی میخواست او را از بین ببره اما متاسفانه زخمی شد. فکر میکنم همراه خانم بیادر کدام رابطه داره. تو متوجه هستی که چی میگه رشاد؟ اگه او آدم همراه خانم بیادرد رابطه داره از بین ببرنش. شفاخانه حوزه تمام جای رو بپله. والیدم بیادر. رشاد کسی را که همراه خانم بیادرد بود پیدا کرده برام بیارینش. فهمیدی؟ درست است بیادر. کوشش کنین که برش ضرر نرسونین. بعد سای خودم برش جزا میتم. کجا گمستی تو شایقه؟ خوش آمدی شاهین. خوش باشین. میخواستم رویا رو ببینم. تو هنوزم استاد سی رشاد. برو تا پیدایش نکردی پس نیایی. باشیشون بیادر. خب کارا چطور پیش میره جوان؟ سلامت باشین. خوب پیش میره. منتظر پارچای جدید تستیم طول نکشه. رویام در اتاقش هست. به خاطر پول پیشکی تشکر. قابلش نیست. شاهین میفهمیم هر قسم انسان ها را دیدیم. بیچاره‌ایش دیدیم، دروغگویش دیدیم، بیرحمش دیدیم. باور که تمامش بخشیدیم، اما یک قسم انسان ها هیچ وقت بخشیده نمیتونم شاهین. نمک حرام هرگز بخشیده نمیتونم. هر وقت که انسان های نمک حرام در مقابل خود میبینم میخوایم او را به دستای خود از بین ببرم. خداوند انسان های نمک حرام در مقابلم نیاره. اگر هیچ وقت خوب نمیشه. حال رفتن میتونی. راستی شاهین او مامانت نامش چی بود؟ جهان. با جهان خبر بده تا غذای امشب با هم بخوریم. امشب آمده نمیتونم. جهان دیشب. بالاخره آمدی شاهین. کجا بودی؟ شاهین کار غذا زیاد به طریق نفتم. درست است. بفرمایید. کی؟ درست است وصل کنین. امروز میفهمیدی که در شرکت میم همتونی؟ بله بسیار خوشم آمد. خب چی سبب خوشید شد؟ ای که من تا دفترت آمدم؟ نه خیر، ای که من عشق خدا به دست آوردم. اجازه ندادی تا عشق من به سادگی از دست بدم. لطفاً بار دیگه همراه شاهین بخیلی نکن. هیچ برات نمیزیبه، باور کن. بله هیچ به من نمیزیبه. فکر نمیکردم با کسی بخیلی کنم. باز وقت حتی خدا نمیشناسم. نریمان ما باید گپا برات بگویم، اما برام نگویی کلان آدم هستی و ریشخندیم نکنی. نه خیر چیز نمیگم، یعنی سر ریشخندم نمیزنم. ما فکر میکنم شاید خنده کنی. خنده نمیکنم مجید، بگو. مجید درست است، معذرت میخوایم. دیگه خنده نمیکنم. بگو. اولین بارم از که عاشق شدیم. مام تو هم چی؟ مام بار اول است که عاشق شدیم.
جایی که میخوایی فرار کنی فرار کن. بازم تو از مستی. بیا. بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفت بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.